آیا او شوهر کرده ترک صحنه میکند؟ با من دیگه قهری نکن، به چشم کن پری نمای. راست است که با موین الماس ایران زمین بدی هم میسراید. در حقیقت فرهناز شخصی غیر عادی است. چی سرود زمزمه نکند نزدیک میلیون را میگذرد. در یک جا میگذارین یا آداب تمیز یا کم ترک رفتاری خوب یاد بگیرین. سلام علیکم بانوان عزیز، من سرش دیرکتری کمپانی فبریک هستم. امروز میخوام ظرف پلاستیکی هفته نای خودم رو بگیرم. این بانوان عزیز، ظرف پلاستیکی هفته نای من با متد کاریم در مدت 5 کاتالوگ صاحب زبانی دیرکتر شدم. بانوان بسیار زیادی با من همکاری میکنن که آنها هم صاحب زبانی بسیار خوب شدن. اگر شما میخواهید در زندگی خود تغییر ایجاد کنید، میتوانید با من همکاری کنید. من سرش دیرکتر میتوانم که با شما همش را بیاموزانم. کار بی پول، تنها با تلفن، رجیستراسیون، ابوچینی، تحفه ها همش از طرف من. برای معلومات بیشتر میتوانید با نمرهایی که بر روی اکران هستند تماس بگیرید. همش را برای شما میآموزانم. موفقیت حق شما. هر شب دل رازی نمد بارکنم تا کای. فرهناز шарафова аллакай ин ном ба ҳама тамошобинони канали Меҳроб Про ошуност. ҳар сарояндае ки ному шӯҳраташ баланд аст, хоҳ нохоҳ овозаҳои зиёд гирди номаш давр мезананд. яқинан бояд қайд кард ки Фараҳноз дар кишвари мо бо ҳусну ҷамоли зебо ва садои дилнишинаш азизи пиру барност. пас аз овозаи ба садама дучор гаштанаш боз овозаҳои дигар гирди номаш чарх заданд ки имрӯз пайи ҳақиқати ин ҳама сару садо از عشقش دست کشید. فرهناز شوهری پنهانی دارد. فرهناز را از روی کدام کردارش بد دیدند. آیا او شوهر کرده ترک صحنه میکند؟ راست است که با موین الماس ایران زمین بدی هم میسراید. این همه آوازه ها هفته جاری به دستی ما رسیدند و ما در حال پی جستجو و حقیقت گشتیم. با من دیگه قهری نکن، به چشم کن پری نمای. به حالی مرا بکن، سینه سر و سر علمه. این جوان دختری زیبا که نگاهش مفتون کننده است و چشمانش بیننده را آب میکند زاده ناحیه واسع ولایت ختلان بوده. در عائله آدمانی زیایی به دنیا آمده است. شوقی به اندازه صنعت زمانی در وجودش تکان خورد که او همگی 16 سال داشت. در محفل‌های مکتبی با صدای شیرینش برآمد میکرد و بعداً در سن 18 سالگی روی صحنه کلام پیدا شد. اولین سرودش را یاد دارید. سرودی زنگیروم همراه آوازخوان عزیزبک جوراєв صدا داد. با کلیپ زیبا هر دو توانستند دقت 8 میلیون نفر را محض از این سرود به خود جلب سازند. بعداً باز بدیهه با اهل‌دین فخرالدین سرودی درد دل سرایده در دل 2 میلیون تماشابین معوا گرفته است. درد دیلم را هستی تو درمان. در مثال حیات شخصیش در یگان جا هم صحبت نشده است، زیرا نمیخواهد توجه همه به حیات شخصیش بند باشد. کسی از عشق او روی نگردانیده است. شوهر کرده ترک صنعت کردنش یگان اساسی واقعی ندارد. شوهری پنهانی داشتنش تماما نادرست است. از روی کدام کردارش بد دیدن برای ما ناروشن ماند. تا جایی میدونیم فیروزه حافظова از خوبی‌های فرهناز و از آداب و رفتار نمونویش چندی پیش برآمد کرده بود. در یک جا میگذارین یا آداب تمیز یا کم ترک رفتاری خوب یاد بگیرین. اقدامی نو کدام شخصی برای گذاشتن خط سرحد به کمپانی بخ مراجعت میکند از نام کانال ما گپ زند 500 روبل اسکیدکا هر روز سفر دارد. میتوانید کدام روزی به شما قلای زنگ زنید به این رقم ها به یگان کمبودی رفته حجت هایتان را تیار میکنید. تا امروز از این شرکت یگان شکایت شدگی نیست. کمپانی بخ سفری به خطر برای شما برادران حاضر زنگ بزنید، جای خالی هست هر روز از سفر. در حقیقت فرهناز شخصی غیر عادی است. چی سرود زمزمه نکند نزدیک میلیون را میگذرد. سرودهای بهترینش مرو از من که پوشیمانم، مرا بیبوس، بچه یاوان، بی‌وفا یارم، قهری نکن و غیره بوده. موقع هنری بانو فرهناز را میان مردم بلند برداشته است. فرهناز پس از صدمه حالی خوب دارد. توی معرکه هایش کم نیستند.
ӯ чанд рӯз қабл шоҳҷоизаи барги тиллоиро соҳиб гашт. میروم از تو و از زندگی